سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. پیکسل هستم. امروز اومدیم با ریاکشن به موزیک ویدیو جدید و اونم کسی نیست جز موزیک ویدیو جدید ویناک به اسم بدهکار که دایرکت بای سی بی نوشته. مثل اینکه ویناک آلبوم جدید داده و داخل اون 3 تا از کارا موزیک ویدیو بوده، یکی که هنوز نگاه نکردم. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، بریم گردیم. دایرکت بای سی بی تصویرهای چه لوکیشن خوبی، چه تصویر خوبی، قشنگ اومده، اصل داستان رو به بیننده داره میرسونه. بیا پاکتم شده کاره دران حسابی ها نرماله بیا دابل کی تو این قسمت داریم میبینیم که ماسک شده قشنگ، دو طرف روبروی خودش نشسته تو بازی هرکی کاره خیابون به ما بده کاره بیا پاکتم شده کاره دران حسابی ها نرماله یکی راستم یکی چپ یکی شو اینجوری تیپ چیپی زده نه؟ جلو میگه نمیرم، یکی دیگه زره خیلی زنگ، یکی دیگه رو واسه بپیچم، یکی دیگه میاد های مالی چون دو طرف اگه نگاه کنین دو تا اصلا قطب مخالف رو داره نشون میده. یه طرف قشنگ اینجوری گنگ و به قول گفتن یه خورده لشتر پوشیده، ولی از اون طرف تو اون استایل دیگهش قشنگ مردونه و پیکی بلایندرزی به قول خودمون. ایشون میکنه خواهی مالی جب نیستش خاله بازی، بعد بهش میخوام خاله بازی دندون زدی تازه کاری تهران شد آسم نور پردازش هم خدای خیلی خفنه. تو خیا پیش اومد کار داری تو دره میشم از مازراتی اسکوت بام کاروانی همه بهم میگن پادشاهی شروع شد برام تازه بازی هویزونی مثل جالباسی تهران ماما شده دالاس میبینی ویناک بالاس این لایت لیک هم که رو میفته حس میکنم افکت، یعنی فکر نکنم دستی باشه همونجا. جویرترم امارات مثل زخم میان بالات سزاری ولی سالات خیابون به ما بده کار عوض شدم 2-3 ساله تهران پره ماره موزیکامون زخاره هایم چشم پک و پاره. نمیدونم حالا خود کارگردان میخواسته دقیقا چی رو به رخ بکشه داخل این فضا، چون اگه نگاه کنیم مثلا بغل یه ویترینی هست و یه چیز قدیمی هستش، فضای خونه طوره تقریبا، میتونه مثلا یه خورده لوکستر باشه. اگه هدف اون کارگردان این بوده که بخواد گنگ بودن اونجوری حالت به قول خودمون گادفادری بخواد نشون بده، میتونست فضا رو خورده گنگ تر کنه. الان اینجا که دارم میبینیم خورده کلاسیکه، یه خورده شبیه خونه است. من بیشتر داشتم جو خونه میگیرم با این مبلمان و اون داستان و اینا، ولی تصویرهای بیرونش سه هیچ زده داخل. صدامت یاد داره بلاد خود کادافاره نداریم سیرمونی اینجا اگه نگاه کنین پنزوم داریم میبینیم که سید میلیونی چه تو اتاق شیرمونی بیگ کش واسه بیگ بودی نیستم واسه فیت بولی گفتم میشیم نامبروان بهم میگم پیشگویی گنگ خیابون به ما بده کاره بیا پاکتم شده کاره دران حسابی ها نرماله بیا تو بازی هرکی کاله خیابون به ما بده کاره بیا پاکتم شده کاره دران حسابی ها نرماله عاشق طرفدارامم چون کلی هدفم دارن تو کشتی منم کاپتانم پایین بود فقط دوباره میبینی همون تکنیک رو دوباره استفاده کرده، همون مخالفش که داره تصویر بکران یعنی نزدیک باشه. نریم کلنجار واقعا رو قله همش واسادم تیم شدن خدنگام با هم دستم نمک داشتانم 4 صبح تیم کاپتانم پایین بود فقط کارنامم نریم کلنجار واقعا رو قله همش واسادم تیم شدن خدنگام با هم دستم نمک داشت. این قسمت هم حالا شاید نمیخواسته رو دست فوکوس کنه، ولی خب رو دست میتونست فوکوس کنه، چون قسمت دقیقا روی ورس خود موزیکش هم راجع به همین قضیه دست داره چهار صبح TNT میشه پلی میشناسن ویناکو حتی بی DNA موزیکا میادش همشون ریله صدامون میشینه تو دل TLM بده ولوم. تو این قسمت هم که این حالت رو میکنن فکر کنم نماد بلادی باشه. حتی بی
DNA موزیکا میادش همشون ریله صدامون میشینه تو دل TLM بده ولوم میارم برامون یکم وینا کو حتی بی DNA یه تصویر رو نگاه کنید اینجا خیلی گرم خیلی جدی، اینجا نگاه کنید خیلی لبخند زده. ریله صدامون میشینه تو دل TLM بده ولوم میارم برامون یک توپل بغلم بچه درست میام تو طبقه مثل پولوس دراگو دل تو کش بغل تخت یه چنه کلوف درکیدم به جای مولوتوف میگیرم چاقی مثل بلوف گنگ خیابون به ما بده کاره بیا پاکتم ببینید شده تصویرهای کاره داخل اصلا کلا با تصویرهای بیرون زمین توضیح فرمونه. انگار تصویرهای بیرون خیلی سخت گذاشته شده، تصویرهای بیرون قشنگ اینجوری سکسی، ولی تصویرهای داخل اسم میکنم خیلی ضعیف‌تر از تصویرهای بیرون. بیا تو بازی هرکی کاله بیا تو بازی هرکی کاله. اینجا هم جدا از استابلایزری که خودشون دارن استفاده میکنن، حسم بهم میگه چون تصویر یه جوری انگار اون ته تصویر پشت ماشین رو دقت کنین تو اون قسمت تصویر داره تکون میکنه، حس کنم با واپ استابلایزر یا باشه کلا استابلایزر برنامه اون رو ثابت کرده باشه. نگاه کنیم متوجه میشیم. دوباره میتونست به دست سینا بیگدلی CB بلاد. در کل بخوام نگاه کنم موزیک ویدیو جالب بود. الان که نگاه کردم دیدم آقای سینا بیگدلی واسه چرسی هم یه دونه موزیک ویدیو اوکی فکر کنم بوده اونو زده که اون خدای خیلی خفن بوده. اینجا هم این موزیک ویدیو خیلی خفن بود، یعنی خیلی باحال بود، تصویرها خیلی اونجوری ده پر کن. فقط توی یه قسمت، حالا نظر شخصی منه، حالا اگه شما نظرتون دقیقاً همینه که حتما تو کامنت واسم بنویسین، ولی حس میکنم اون قسمتی که داخل حالا اون فضایی بود، داخل اون خونه بود یا حالا هر فضایی بود، اونجا حس میکنم یه خورده از گنگ بودن موزیک ویدیوشون انداخت، چون خب فضای تاریک و اونجوری گنگ و نورپردازی‌های باحال و با رنگ و نور و اینا داشتن بازی میکردن، استایل خفن، یعنی ماشین خفن، همه چی خفن، یعنی تموم. ولی تصویر داخل یه خورده مثلا از 100 شاید مثلا 70 60 بخواد بگیره، ولی تصویر بیرون 100، یعنی خیلی باحال بود. مثلا میتونست تصویر تاریکی باشه که حالا با تک نور یا چند نور از بالا مثلا نوری بهش داده باشن، با نور خیلی میتونست بازی باحالتری بکنه. تصویر داخل خیلی اونجوری فلت بود، واسه انتخاب لوکیشن داخل میتونستن وقت بیشتر بذارن، با اینکه تو همون لوکیشن اگه حالا نورپردازی متفاوتی انجام میدادن فضا رو خورد تاریک‌تر می‌کردن یا حالا یه رنگ و نور جالب‌تری بخواستن بدن، شاید اونم اصلا تصویر باحالی می‌شد. ولی فعلا چیزی که دیدیم و ریلیز شده تصویر جالبی نبود اون چیزی که داخل بود، ولی تصویر بیرونشون سیج زد. آقا مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگه چیزی از قلم انداختم حتما داخل کامنت‌ها واسم بنویسید. بیشتر از این وقتتون نمیگیرم. میبینمتون.